سلام دوباره به همه دوستان عزیز. ممنون که ما رو انتخاب کردید و با من همراه هستید. امروز قراره درباره موضوعی صحبت کنیم که در نگاه اول شاید ساده و کوچیک بیاد، ولی در واقع به نوعی ستونهای اقتصاد رو نگه داشته. کسب و کارهای خانگی زنان. وقتی میگیم کارآفرینی زنان، ذهن بیشتر به سمت شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌های فناوری میره، اما تاریخ میگه اولین قدم‌های خانم‌ها برای ورود به اقتصاد از خانه شروع شده. خانه‌ای که به نوعی پناهگاه، کارخانه و شاید نقطه شروع ایده‌های بزرگ بوده. کار خانگی سابقه‌ای چندین و چند هزار ساله داره. در چین باستان زنان تولید ابریشم را از خونه‌ها شروع کردند، بعدها به یکی از بزرگترین صنایع صادراتی جهان تبدیل شد. در اروپا بافندگی و نانپزی خانگی قرنها معیشت خانواده ها رو تأمین کرد و بعد به صنعتی تبدیل شد. یعنی زنها همیشه از خانه وارد اقتصاد شدند، چه در قرون وسطا چه امروز. در کشورهای در حال توسعه مثل هند و بنگلادش میلیون ها زن از خانه هایشون به صنایع پوشاک جهانی وصلند. در آفریقا تولید صابون، خوراکی های محلی و حتی خیاطی کسب و کار اصلی زنان محسوب میشن. کسب و کار خانگی در واقع هر فعالیت اقتصادی که در فضای خانه انجام بشه، حالا چه رسمی چه غیر رسمی. این حوزه ها میتونن آموزش آنلاین باشن، خدمات مشاوره‌ای باشن، صنایع دستی باشن، غذاها باشن، خدمات دوخت و طراحی لباس، کسب و کارهای خلاق مثل شمع، زیورآلات، محصولات فرهنگی و یا تولید محتوا، فریلنسرینگ، خدمات مراقبتی از کودکان، سالمندان و همه اینها. در این گستره وسیع کسب و کار خانگی انعطاف پذیرترین مدل کار برای خانم هاست. پژوهش‌ها نشون میده که خب انگیزه‌ای که خانم‌ها بر این رابطه دارن استقلال مالی و هویتشونه، توازن نقش‌های خانوادگی و شغلیه و موانعی که ممکنه وجود داشته باشه که اونها نمیتونن به صورت رسمی وارد بازار کار بشن، حالا یا به علت مهاجرت یا به علت تبعیض یا هر چیز دیگه. و البته خب تمایل دارن که ایده هاشون رو شکوفا کنن. در ایران یک پژوهش در دانشگاه تهران در سال 2016 اینجور نشون داد که 70% از کسب و کارهای خانگی رو خانم‌ها اداره میکنن و مهمترین انگیزه هاشون هم مسائل مالی، استقلال مالی و افزایش اعتماد به نفس بوده. کسب و کارهای خانگی نه فقط برای خانواده، برای اقتصاد ملی هم اهمیت داره و در کشورهای توسعه یافته بین 7 تا 15% مشاغل خرد خانگی‌اند. در کشورهای در حال توسعه این رقم به 30% میرسه و در ایران 3 میلیون زن در کسب و کارهای خانگی فعال هستند که آموزش، غذا و صنایع دستی رو شامل میشه. خب این فعالیت‌ها به نوعی نرخ بیکاری رو کاهش میده، چرخه تولید محلی و بومی رو تقویت میکنه و به اقتصاد خانواده ها ثبات میبخشه. زنهای مهاجر یکی از گروه‌هایی هستند که بیشترین بهره رو از کسب و کار خانگی میبرن. یعنی ابزاری هست برای اینتگریشنشون، یعنی ادغام در جامعه جدید. مهاجران سوری در آلمان و فرانسه با فروش غذاهای خانگی تونستن برندهای کوچیک و بعد رستوران‌های رسمی تأسیس کنند. زنهای افغان در ایران از طریق قالیبافی و صنایع دستی اقتصاد خانوادهشون رو پایدار نگه می‌دارن و زنهای لاتین در آمریکا با خدمات مراقبتی از کودکان تونستن درآمد مستقل و جایگاه اجتماعی داشته باشند. این نمونه‌ها نشون میده کار خانگی برای زنان مهاجر فقط یک شغل نیست، یک راه بازسازی هویت و پیوند دوباره با جامعه هستش. تمایل دارم اینجا پرانتزی باز کنم و کمی در رابطه با بازاریابی شبکه‌ای صحبت کنم. بازاریابی شبکه‌ای یا MLM آیا کسب و کار خانگی محسوب میشه؟ در واقع MLM مدلی از فروش مستقیمه که در خونه ها انجام میشه. ذاتش یک سیستم توزیع بازاریابیه، ولی چون فعالیت مبتنی بر فروش واقعی محصول هست، جزو کسب و کارهای خانگی و چه بسا کارآفرینیه. اگر فقط با جذب افراد و حق کمیسیون بود،
در واقع یک طرح هرمی بود. این رو دوست داشتم اینجا بهش بپردازم و راجبش صحبت کنم. پس زنانی که میخوان وارد این مسیر بشن باید آگاهانه تصمیم بگیرن که بدونن تفاوت بین بازاریابی واقعی و سیستم‌های شبه هرمی چی هست و دارن به کدوم مسیر میرن و کدوم مسیر رو انتخاب میکنن. من نه مسیری رو در واقع پیشنهاد میکنم و نه مسیری رو نفی میکنم. من فقط اطلاعاتی رو که بر اساس مطالعاتی که انجام دادم جذب کردم و کسب کردم اینجا به اشتراک میذارم. کسب و کارهای خانگی یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی و اجتماعی هستند و به اقتصاد ملی کمک میکنن. برای خود خانم ها هم بسیار مفید هستن از نظر روانشناختی و از نظر حس اعتماد به نفس و نقش اجتماعیشون و خونه در واقع میتونه محلی برای ایده های بزرگ باشه و گستره کسب و کارهای خانگی از آموزش آنلاین تا تولید محتوا و خدمات مراقبتی نمونه‌هایی از قدرت زنان در خانه هستند. اگر تو زمینه راه اندازی کسب و کار خانگیتون نیاز به مشاور یا همراه داشتین در شروع مسیر میتونید با من در تماس باشید. روی ما حساب کنید. ما اینجا هستیم تا مسیر رو برای شما روشن‌تر و حرفه‌ای‌تر کنیم. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودین. اگر این اپیزود براتون مفید بود لطفاً اون رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بدین طریق از ما حمایت میکنید. لطفاً ویدیو رو برای کسانی که به این جور مسائل علاقه دارن بفرستید و اون رو با اونها به اشتراک بگذارید. هر حمایت شما یعنی کمک به رشد آگاهی درباره زنانی که از خانه هاشون چرخه اقتصاد و امید رو میچرخانند. درود به همه شما، موفق باشین، روزتون بخیر.